اومدیم کاخ شاه رامسر. نگو دوست دارم که باورم نمیشه. ویوی رو به دریای کاخ شاه. هزینه هایی که برای دیدن کاخ شاه دارین 5 تومن هزینه پارکینگ و 124,000 تومن به ازای ورود هر نفره. حالا ببینیم ارزشش رو داره یا نه. فقط یه چیزی اون موقع یادم رفت بگم، الان که در حال ادیت ویدیو هم گفتم بهتون بگم که بدونید. بهمون گفتن اگه کارت دانشجویی داشته باشین، آره هزینه فکر کنم نصف میشد، که من متاسفانه کارت دانشجوییمو توی ماشین جا گذاشته بودم، ولی گفتم که من دانشجوام و کارت دانشجویی دارم، گفتن مشکلی نیست و در آخر برای من حساب نکردن، یعنی از من هزینه ای نگرفتن. فیک یا واقعی؟ سوال این است. جریان آب حرکتش میده، مردمش رو تکون خوب. پشمام این واقعی. Oh my goodness. چه فهمی این وقت دومون. Hello. آدم فروش فقط با شوهرش عکس میندازه. من نظری شما هم. آره. جالبه بدونید که گفتن این کاخه محل کنفرانس ها و جلسات شاه بوده و اتاقی نداشت. گفتم صرفا یه دونه اتاق بوده که اونم سرویس خوابش جمع شده و برای نمایش چیزی نداشت، ولی در کل اینقدر زیبا و غم انگیز بود در عین حال. باید ببینید، قشنگ بود، ارزش دیدن داره.
محل ورود اصلی شاه و عیالش از این در بوده. اون درب قبلی که بهتون نشون دادم در واقع برای ورود مهمونا بوده. این هم از باغ بامبو شاهنشاه. تا چشم کار میکنه درخت بامبو در تصویر میبینیم. مثل این که به یه سری توضیحات تکمیلی نیاز داریم راجع به کاخ شاه. کلاً کاخ شاه 2 تا ساختمون اصلی داشت. یه ساختمونیش که محل برگزاری کنفرانس‌های شاه بود، یه ساختمون دیگرش میگفتن برای ننه شاه بوده، زمانی که میومده رامسر اونجا اقامت داشته. حالا صحتش و این چیزا رو نمیدونم، اینجوری توضیح دادن و عجب ساختمونی بود حاجی، چه لوسترهایی، چه ساختمونی. اصلا مغزم درد گرفت موقعی که اونجا رو میدیدم. یه سری ساختمونای دیگه هم بهش اضافه شده ولی بعدها مثل این که اضافه شده، قبلا نبوده.
جزئیات پشمام لزوم واقعا. آقا گفته بودم اگه ارزش رو داشت بهتون بگم، شدیداً ارزش رو داشت، حتما بیاین بریم. آره واقعا سیاف من خواهی چی کار کنی؟ نشد. شر بلا. وایسا جان خاله الان میام، وایسا. امروز رو با شاهنشاه شروع کردیم دیگه، گفتیم با پیاده روی توی پیاده روی کازینو روزو تموم کنیم به همین زیبایی. چه غروب قشنگی. نشین بلند شو. دیروز که رفته بودیم کاخشا گفته بودم که این 120 تومن ورودیه ارزش رو داره یا نه، و باید بگم واقعا ارزشش رو داره. و اونجوری که من شنیدم کاخ شاه توی رامسر میگن به نسبت کاخ شاه توی تهران و بقیه جاهای ایران خیلی جذابتر و دیدنی تره و آیتم های بیشتری تو خودش داره. باید باشین و ببینین اون همه عظمت و زیبایی رو. امروز روز آخریه که شمالیم، کلن برنامه رشت رفتنمون کنسل شد، مثل 4 باری که قبلا اومدیم و رشت رو ندیدیم. از این موضوع خیلی غصه میخورم ولی خب کاریش نمیشه کرد. امروز اومدیم بازار رامسر، بازار روز رامسر، ولی خب قد ناراحتم که فردا داریم برمیگردیم. اصلا هیچ حال و هوای ویدیو گرفتن نداشتم، هیچ ویدیویی نگرفتم دیگه.